دقت کردی؟ گاهی اوقات ما از سکوت میترسیم، اما یه سری افراد هستن که همیشه و مداوم از سکوت میترسن. علت این که از سکوت میترسن اینه که در سکوت مجبورن به صدای افکارشون گوش بدن. به همین دلیل همیشه خودشون رو سرگرم یه کاری میکنن. این به خاطر این که تنها نیستا، فقط به خاطر این که میخوان از سکوت فرار کنن. به خاطر این که نمیخوان صدای افکارشون رو بشنون. شاید اون افکارشون چیزای خوبی بهشون نمیگه، برای همین ازش فرار میکنن. حالا برای اینکه این رو ما رفعش کنیم چه کار کنیم؟ روزانه فقط 5 دقیقه بدون موبایل، بدون تلویزیون، بدون هیچ صدایی، بدون هیچ گونه حواس پرتی، فقط یه گوشه بشینیم و با خودمون خلوت کنیم. از 5 دقیقه یا نه از 2 دقیقه شروع کنیم، کم 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 زیادش کنیم و بعد یهو به خودمون میایم میبینیم که وای چه تایم طولانی رو سکوت کردیم، چه آرامشی به دست آوردیم از اون سکوت و از اون سکوت چه دستاوردها و چه شهودهایی رو به دست آوردیم. پس بریم ببینیم که چقدر میتونیم به این تمرین پایبند باشیم.